کجای افغانستان است که زندگی و مرگ تنها به یک بیل فاصله دارد، جایی که صدای نفس آدمها با صدای کلنگ در دل کوه گم می شود. به در صوف خوش آمدید، جایی در قلب سمنگان، جایی که مردانش هر روز به دل تاریکی می روند. برای لقمه نان در صوف یکی از بزرگترین معادن زغالسنگ افغانستان است. این معدن در ولایت سمنگان در شمال کشور موقعیت دارد و سالهاست که منبع بزرگ تأمین سوخت برای مناطق مختلف افغانستان و حتی کشورهای همسایه مانند پاکستان است. اما آنچه این معدن را متفاوت می‌سازد، عظمت آن نیست، بلکه سختی کار، درد خاموش کارگران و غفلت تاریخی است که بر آن سایه انداخته است. اینجا خبری از ماشین آلات پیشرفته نیست، کار با دست خالی، کلنگ زنگ زده و فانوس دزده پیش می رود. کارگران، بعضیشون پدران، بعضیشون نوجوانانیان که درس را کنار گذاشته‌اند تا خرج خانه را بدهند، هر روز با تاریکی یکی می شوند، در دل کوه، ساعتها کار می کنند و هر لحظه ممکن است سقف تونل بر سرشان فرو بریزد، اما کسی به این واقعیت نگاه نمی کند. یکی از کارگران می گوید، هر باری که داخل تونل می شویم، شاید آخرین بار باشد. ولی گرسنگی از مرگ هم ترسناکتر است. آیا تا به حال به دستهایی فکر کرده ایم که زغالسنگ خانه‌ها و فابریکات ما را فراهم می‌کنند؟ دستهایی که تا آرنج سیاهند، ولی هیچ کس آنها را نمی‌بیند. زغالسنگ‌ها پس از استخراج در بوجی‌ها ریخته می‌شوند و با علاق یا موترهای فرسوده به بازار می‌رسند. با وجود اهمیت اقتصادی این معدن تقریباً هیچ نظارت دولتی یا برنامه حمایتی برای کارگران وجود ندارد. وضعیت ایمنی تقریباً صفر، ماسک، چراغ پیشانی یا حتی آموزش ابتدایی هم وجود ندارد. در صوف سالانه هزاران تن زغالسنگ تولید می‌کند، اما این ثروت هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود و چه کسی پاسخگوی جانهایی است که زیر آوار بی صدا خاموش می‌شوند؟ در صوف معدن نیست، روایت مردانی است که هر روز جانشان را قمار می‌کنند تا چراغخانه دیگر روشن بماند. و اینجا تاریکی پایان ندارد، اما شاید اگر ما بیشتر ببینیم، بشنویم و بگیم روزی این تاریکی به روشنی تبدیل شود. اگر این مستند برایت تاثیرگذار بود و می‌خواهی از واقعیت‌های بیشتر افغانستان باخبر شوی، حتما کانال را سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی باش.